سلام به همه. امروز میخوام در مورد یکی از داغ‌ترین و بحث برانگیزترین موضوعات زمانمون صحبت کنم. هوش مصنوعی. حتما چیزایی در مورد هوش مصنوعی شنیدین، اما آیا واقعاً میدونین چه اتفاقایی ممکنه در آینده بیفته؟ آیا هوش مصنوعی میتونه زندگی ما رو کاملاً تغییر بده؟ یا حتی میتونه به یک خطر جدی برای بشریت تبدیل بشه؟ امروز میخوام به این سوالهای عجیب و شاید کمی ترسناک که ممکنه ذهن شما رو هم مشغول کرده باشه جواب بدم. هوش مصنوعی یعنی سیستم هایی که میتونن مثل انسان ها فکر کنن و تصمیم بگیرن. شاید تا الان به نظر بیاد که این سیستم ها فقط ابزارهای ساده‌ای هستن که برای راحت تر کردن زندگیمون طراحی شدن. اما آیا واقعاً به همین سادگیه؟ یه روز رو تصور کنید که یه ماشین میتونه بدون اینکه حتی ازش بخواین تصمیم بگیره چی براتون بهتره. این یعنی یه دنیای کاملا جدید که انسان‌ها دیگه کنترل ابزار رو به دست ندارن. break time پومی. شاید از خودتون بپرسین آیا ماشین‌ها میتونن جای انسان‌ها رو بگیرن؟ در نگاه اول ممکنه مثل یه داستان علمی تخیلی به نظر برسه، اما نباید این موضوع رو نادیده بگیریم. هوش مصنوعی هر روز داره پیشرفته تر میشه و کارهایی رو انجام میده که قبلا فکرش رو هم نمی کردیم. از گرفتن تصمیم‌های پیچیده گرفته تا تقلید احساسات انسانی. آیا ممکنه روزی برسه که هوش مصنوعی دیگه به ما نیازی نداشته باشه؟ این سوالیه که خیلی‌ها دارن از خودشون میپرسن. آیا هوش مصنوعی میتونه یه روزی از کنترل ما خارج بشه و تصمیم‌های خطرناکی بگیره؟ حتی بزرگترین دانشمندان دنیا هم هشدار دادن که اگه پیشرفت هوش مصنوعی کنترل نشه، میتونه به یه تهدید برای بشریت تبدیل بشه. شاید زمانی برسه که ماشین‌ها شروع به فکر کردن مستقل کنن و بدون دستور انسان‌ها دست به کارهای خطرناکی بزنن. ممکنه از خودتون بپرسین آیا ما داریم هیولای خودمون رو میسازیم؟ خیلی ها معتقدن که در آینده هوش مصنوعی میتونه تغییرات خیلی بزرگی توی همه چیز ایجاد کنه. از حل مشکلات بزرگ مثل بیماری ها و تغییرات آب و هوایی گرفته تا کنترل بخش های بزرگی از اقتصاد و سیاست. اما چیزی که ممکنه شما رو نگران کنه اینه که این تغییرات میتونن به صورت غیر قابل کنترلی اتفاق بیفتن. وقتی ماشین ها بتونن به جای انسان ها تصمیم بگیرن، سوال های بزرگی مثل چی برای بشریت بهتره ممکنه جواب های متفاوت از اون چیزی که ما انتظار داریم بگیرن. در حالی که هوش مصنوعی میتونه به ما کمک کنه و زندگی رو راحت تر کنه، ترس از اینکه این سیستم ها از کنترل خارج بشن همچنان وجود داره. میتونیم امیدوار باشیم که مسئولین و متخصصین قوانین و محدودیت‌هایی برای استفاده از این تکنولوژی در نظر بگیرن. اما آیا واقعاً میتونیم به یه تکنولوژی که میتونه مستقل عمل کنه اعتماد کنیم؟ شاید جواب این سوال در آینده نچندان دور مشخص بشه. بعضی از محققان هشدار میدن که اگه پیشرفت هوش مصنوعی کنترل نشه، ممکنه به جایی برسیم که ماشین‌ها تصمیم‌های خطرناک و حتی مرگبار بگیرن. این موضوع خیلی هم دور از واقعیت نیست و این نگرانی‌ها میتونن به جا باشن. break time پی. امیدوارم این ویدیو باعث شده باشه که با دقت بیشتری در مورد هوش مصنوعی و تاثیرش روی زندگی ما فکر کنید. آیا ما داریم یه دنیای جدید میسازیم یا با یه تهدید بزرگ دست و پنجه نرم میکنیم؟ شاید برای جواب دادن به این سوالها به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم. break time fans، اگه این ویدیو براتون جالب بود حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. اگه سوال دیگه ای دارین یا میخواین در مورد جنبه های خاصی از هوش مصنوعی بدونین توی کامنت ها به هم بگین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.